خدا این کارا چیه میکنی؟ حالا بذاری سنی ازش بگذره، بعد اصلا ما رومون نمیشه در این باره با هم حرف بزنیم. میل عظیم در قرآن، شهوت. این یک کسی استاد دانشگاهی بود به من گفتش که ما تو انگلستان بودیم، بالاخره اونجا دعای کمیل میخوندیم شبای جمعه. من اصلا به زنها نگاه نمی کردم، ریخته بود همه جور بیلباسی و بدلباسی و اینا. میگه اون وقت که اومدم ایران چادری از کنار من رد میشه تحریک میشم یه نگاهی بکنم. گفتم خب حالا منظور؟ گفتش خب شما هم حجاب رو آزاد کنید، این حساسیت بره کنار. گفتم برای چی باید حساسیت بره کنار؟ گفت شما میخواید حساسیت از بین نره؟ گفتم نه، حساسیت باشه مراقبت کنی اون وقت قوی میشی. حساسیت باشه مراقبت کنی اون وقت قوی میشی. گفت حالا حاج آقا اینجوری نگاه نکرده بودم. اگه می‌خواستی حساسیت از بین بره، آقا همه لخت و پتی باشن که دیگه عادی بشه برای همه، اگه این بود که خدا از اول غریزه جنسی بذاره برای آدم. اشتباه نکرده خدا. حساسیت باشه مراقبت کنی اون وقت قوی میشی. بچه‌ها اگه مراقبت نکنید عضلات روحتون ضعیف میشه. عضله روح که ضعیف شد چی میشه؟ آخر عمر میبینمت عصبی، افسرده، داغون، پرت، پلا. خدا نگاه کن شهوت رو تو جوونا قرار داده 14 سالگی. امکان ازدواج نیست برای پسرها 14 ساله، کی بهشون زن میده؟ خدا این کارا چیه میکنی؟ حالا بذاری سنی ازش بگذره، بعد این جوون میفته تو خیالات، تو خیابون. الان دیگه خیابون و خیالات هم اومده تو موبایلش. من که پیشنهاد میکنم 20 سالگی، 21 سالگی، 25 سالگی بالغ بشه تا اون موقع نفهمه این حرفا چیه. میل عظیم در قرآن، شهوت. این خدا میزنه کنار میگه من این انسان رو ساختم برای تقوا. خب باید یه انگیزه ای درش ایجاد بکنم، شروع کنه مراقبت کردن خودش. خونسا باشه که به چی مراقبت کنه؟ با این کشش گذاشتم من میگم مراقب باش، جمع کن خودتو. برای چی؟ برای قوی شدن عضله روح. گفت آقا چیکار کنم با شهوت؟ گفتم این چی؟ مبارزه کن. گفت میخوام خلاص بشم از دستش. گفتم یعنی چی؟ باید با یه چیز دیگه مبارزه کنی. حالا خوبه دیگه با همین مبارزه کن. رفتی ورزشگاه، باشگاه، مربی میگه فعلا این برنامته. تو مبارزه کن، ورزشکار میشی. شهوت رو خدا گذاشته برای مراقبت از جنس سلبی. انجام ندی، فکرت هم طرفش نره. مثلا خدا وجود انسان رو تکویناً یه جوری خلق کرده برای مراقبت. الان شما پس فردا ازدواج کنی، بعضی وقتا خانم‌های شما انشالله یک پدری از شما در بیارن، تقوات مثلا سیر و سلوک بعضی از عرفا در مراقبت تو خونه بوده. مثلا همه چی برای مراقبته. هم کلاسید، هم مباحثید، حسادت تحریک میشه، مراقبت باید بکنی. همه این بازی‌ها برای تقویت مراقبته. بچه‌ها اگه مراقبت نکنید عضلات روحتون ضعیف میشه. عضلات بدنت رو تقویت بکنی، بعد آب میشه، میپوسه، میره زیر خاک، تموم میشه. ولی عضلات روحت الالابد فربه باقی خواهد ماند.